هلو به چنل یوتیوب ما خوش اومدید. خوش نشید حیف. ببین ما دو تا گله اینو نصفش کنم اینو نصفش کنم نصفش برسم نمیدونم شبیه اینش کنم ببین مرد دادم این حرفا رو زدم. هم زیر سیگاری درست زیر سیگاری جنگی با ورز دادن گل باید حباب‌های هوا رو داخل گلمون وجود داره اینا رو از بین میبریم. حالا اون دو تا روش ورز دادن گل داریم. یه دونه کله‌گاویه یه دونه حلزونیه. فعلا ما با حلزونی اینا کاری نداریم فقط کله‌گاوی و من یه توضیح بهتون میدم اینو شروع می‌کنیم به انجام دادن بعد میریم بر مرحله بعدیش. ورز دادن گل یه رو بغل میکنیم یه حرکت دورانی رو به پایین جلو خیلی ممنون. برمیداریم یه رو میچرخونیم به سمت بالا. این قسمتی تفتش بریم ما اینجوری کردیم دیگه یه فشار از اینجا وارد کردیم برش میدیم. من برم یه فشار دورانی بدم برگردم. یه ذره آب بریز من خیلی لهش نکن منسجم بشه نمیخوایم هی باز بشه دوباره جمعش کنیم. چی درست کنیم؟ اگر زیر سیگاری خواستیم درست کنیم با ماگیش کردیم زنی نه تو زیر سیگاری درست کنیم بعد عکساش هست نه این تختایی زیر اصلا بزرگه خب بعد مرحله بعد چیه؟ بچه ها؟ الان فقط نرمش کنیم؟ بعد از اینکه کف ظرفمون حالا هر چقدر که بخواید بزرگتر بشه توی این کف رو بیشتر بکنیم فشار رو از گوشه ها بیشتر کنیم تا این یواش یواش باز بشه. بعد شروع میکنیم به این حالت دیواره ظرفمون رو نازک میکنیم و بهش فرم میدیم. سعی کنید که همه جای گلتون یک دست یعنی یه جا خیلی نازک نکنید یه جا رو ضخیم بذارید و خیلی هم نازک نکنید که پاره بشه گلتون. پاستا 10 تا پاستا داره. بربری میدونی چیکار میکنه این کنه؟
Siga